افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خردترکانی شیرین، شما قسم دویم افسانه طاهیر و زهره را میشنوید. پادشاه خشمگین شده گفت: عقلت را با کار انداز دخترم. خود طاهر کی؟ یک بی پدر است. او با ناخونی پای سیاه بهادر برابر شده نمیتواند. او را از خاطرت برار. رفت کنید پدر جان، گفت زهره. طاهر به جان من برابر است. اگر خواهید که دخترتان بدبخت نشود و اذیتتان برگردید. پادشاه این گپ دختر گداییش را شنیده به اندیشه افتاد و گفت: خیر دخترم، تو رو، من فکر میکنم. زهره رفت. پادشاه وزیرانش را پیش خود خواند و به آنها مضمون گفتگویش با دخترش را گفته داد. وزیران گفتند: طاهر را نزد زهره بد کرده نشان دادن لازم و بعد از پایتخت راندن لازم. زهره دلش خنک می شود و به عروسی سیاه بهادر رازیگی می دهد. بهترش طاهر را جیغ زده نصیحت کنیم، بگوییم که از راهش برگردد. پادشاه وزیرانش را جواب داد و طاهر را نزد خود خواند. دل طاهر از التفات ناگهانی پادشاه لبریز امید شده بود، ولی سخنان پادشاه را شنویده تربوز از بغلش افتاد. ناامید شد. پادشاه به او گفت که از زهره دست کشیده از شهر برآمده رود. نه، گفت طاهر، تا جان در بدن دارم. دستی منو دامن زهره. ای خیال خام را از سر دور کن، امر کرد پادشاه. طاهر در غضب شد و گفت: تو ظالمی، پدری مرا کشتی، مادر بیچارم را بیوه و فرزند یگانه او را یتیم کردی. اکنون میخواهی که من به گپ تو در آمده ترک عشق پاک کنم؟ تشبیره را خام شمرده ای. پادشاه این سخنان را شنویده فرمان داد که دست و پای و چشم طاهر را بسته به جای دور برده پرتایند و اگر یگان روز برگشته آید به شهر راه ندهند. بعد از این پادشاه یک کمپیر زال را به پیش دخترش روان کرده گفت: رفته به دخترم گوی که طاهر در حق من و وی ناسزاها گفته ما را دشنامها داده برآمده رفت. کمپیر این گپها را برده به زهره رساند. زهره که به هر خبری درباره طاهر بی‌صبرانه انتظار بود، سخنان کمپیر را شنویده اول از طاهر رنجید، ولی خصلت‌های طاهر، مهربانی‌های او، دوستیشان را از بچگی به خاطر آورده شبهه کرد و قرار داد که چی حادثه به سرش نآید به محبوبش صادق خواهد ماند. پادشاه باشد طاهر را از پایتخت رانده خاطر جمع شده به سیاه بهادر نوشت که خوشبخت است که دخترش را به بزرگترین پادشاهی عالم به عروسی دهد. سیاه بهادر نامه را گرفته خواست زهره را ببیند. روی چون ماه تابان، قامت موزون و چشمان شهلای پرجاذبه او را دیده خوش از سر سیاه بهادر پرید و در دل سیاهش محبت لانه گذاشت. میوز این دختری نازنین، گفت او به پدر زهره، هر چی میخواهی از من بگیر. پدر زهره خرسند شده گفت: برای من همینش بد است که شما بر این یک پادشاهی عالم و سلطانی معظم
دامادم می شوید. به اندازه سرفرازم من. این سخنان دل زهرا را چون تیری زهرآلود بسوزاندند. این خیلی نمی شود، فریاد کرد او. من طاهیر را دوست می دارم. طاهیر برای من از جان شیرین تر است و گرامی تر از جهان. پادشاه گفت طاهیر تو را دوست نمی دارد، از تو دل کنده برآمده رفت. باور نمی کنم، گفت زهرا. طاهیر این خیلی انسان نیست. سیاه بهادر که از عشق زهرا و طاهیر خبر نداشت سخنان او را شنیده گفت این طور باشد من 40 روز منتظر می شوم. باور دارم که در این مدت زهرای نازنین از طاهیر و از محبت خود و او بیزار شده ملیکای دلارامی من می شود. شرط همین. نوکران پادشاه طاهیر را بسته به یک کنار دوردستی مملکت به بیابان بیگیاه برده پرتافتند. زهرا باشد هر روز توسط کنیزکانش کاروانها را التماس میکرد که هر کجا روند طاهیر را بجویند و خبری از او بیاورند. کار زهرا روز تا شب گریه بود. روی مژگان خمیده‌اش و رخسار چون برگ گل لطیف و زیبایش به ایست دانه های اشک می درخشیدند. او می گریست و می گفت خوابم نمی برد که خوابت بینم. در کرته نمی غنجد تنی مسکینم. نه شب قرار دارم نه روزی دراز تحسین که نمی کفد دلی سنگینم. دور زیمن و زیمن سلامت بادا. جان و دل من فدای نامت بادا. من به تو نفس نمی کشم در عالم. به من تو نفس کشی حرامت بادا. این کولی دراز آب ندارد چی کنم؟ دو چشمی سرم خواب ندارد چی کنم؟ دو چشمی سرم راهی تو را می نگرد تا تو می آیی جبر از سرم می گذرد. ساربانها هر جا که رفتند با امید به گوش طاهیر نامراد رسیدن سرود دلخراش زهرا را می خواندند. طاهیر باشد در بیابان خشک و خراب گشنه و تشنه می گشت. تنها محبت زهرای عزیزش مدار دلش بود. یک روز در دامن کوه قلم می زد که نوهای دلخراش به گوشش رسید. نوحگر گشته و برگشته نام او را به زبان می گرفت. طاهیر حیران شده سوی سراینده شتافت. نزدیک شده دید که کاروانی می گذرد و یکی طاهیر را یاد کرده با آهنگ شورانگیزی می سراید. ای طاهیر خوار و زار، زهرا به تو انتظار. با دلی پاره پاره با دیده بره چار. غمی او را کنار نیست، دل او را قرار نیست. بخت او را برار نیست به طاهیر دلفگار. خوابی سرش پریده، شادی از او رمیده. قامت او خمیده ز درد هجرت یار. ای آدمی نیک، گفت طاهیر، از سرود تو صدای دل زهرای مهربانم را میشنوم. گوی که از کجا می آیی و این سرود را از کی شنیدی؟ از کی می گویی؟ از خودی زهرای نازنین. وی به ما فرموده است که سر تا پا سری عالم گردیم و طاهیر عزیزش را سراغ کنیم. اگر در یگان جا دیدمانیم گرفته بریم. طاهیر خرسند شده گفت طاهیر خوارزار، طاهیر دلافگار منم. این طور باشد، گفت کاروانی. با این شتر سوار شو، ما تو را پیش زهرا میبریم. کاروان روان شد. چند شب و چند روز گشته به منزلی برای طاهیر عزیز و دلخواه رسیدند. برگشتن طاهیر را شنیده مرغ دل زهرا زنده شد. وی محبوب خسته و خراب بیحالش را به بخششگاهش برد. ولی خوشبختی دل دادگان دیر نپایید. جاسوسان سیاه بهادر
از برگشتن طاهیر خبر یافته این خبر را به او رسانیدند. همان زمان سیاه بهادر به پدر زهرا اعتراضنامه فرستاد. طاهیر برگشته چند وقت است که با دختری تو عیش و عشرت داشته است. اگر او را نیست نکنی، تخت و تاجت را زیر و زبر کرده همسری تو را میگیرم و همسر دخترت را. پادشاه سخت ترسیده و همان زمان وزیرانش را جیغ زده مصلحت پرسید. از طاهیر خلاص شدن ضرور، گفت وزیر دست راستش. کشتن او بال است، هرچی نباشد پسری وزیرتان، لیکن اگر به صندوق انداخته به دریا پرتاییم گم شده می رود و دیگر گشته نمی آید. این فکر به پادشاه معقول شد. وی به دوریدگرها فرمود که یک صندوق کلان سازند. بعد طاهیر و صندوق را به لب دریا آوردند. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین برای